بعد که این فتوا رو صادر میکنه، اعاظم مذهب، اکابر دین مثل سید محسن حکیم با اون مستمسکش ذیل این فتوا می نویسد: فتوای شیخ ما بالاتر از اینه که محتاج به امضای مثل منی باشه. مثل فقیه شاهرودی میگه حق فی کمال تحقیق، مثل تمام اعاظم تا برسه به اونها که اینجا خوابیدن استوان